من بروخ اورود زاده ناحیه رشت و همه شما مراجعت میکنم که من در تمام گروه مخالفین اشتراک کرده از سال 92 تا سال 2000 در تمام منطقه های وادی رشت از جمله سنگوار، بوراباد بر ضد قواهای مسلح حکومت قانونی جنگ کرده تا سال 2002. ما امروز خیلی شاهد هستیم که با این ایشان به نام ستار گفتن انسان که امروز در تمام اینترنت ها و در تمام جاها مراجعت کرده گپ زده ایستاده است. شما فراموش نکنید ایشان عبدالستار زاده و استقامنده و مردم ملت تاجیک هستید. چه خیلی ایمان شما میبرداره که این خیلی گپ‌های دروغ رو بر ضد مردم، بر ضد وطن، بر ضد ملت، بر ضد حکومت، بر ضد جناب عالی خیلی گپ‌های دروغ رو گفته می‌کنید. در کجا شما شاهد این گپ‌ها بوده که حکومت قانونی رفته در منطقه‌های رشت، در منطقه‌های سنگوار و نوروباد مردم را از خانه‌ها کشیده، غارت کرده، کشته است. این گپ‌ها و این تهمت‌هایی که شما میکنید وجدان شما را میماند آرام زندگی کردن. شما در حق ملت خود، در حق مردم جناب و پیشوای خود خیانت کرده این گپ‌های دروغ را میگید. من همین را به همه مردم با گنگ و ناموس ملت تاجیک به گفتنی مراجعت میکنم که با گپ‌های این خیلی ایشانایی که به نام ایشان شیطان خداتون فریفته نکنید. شما از پای گپ‌های را گوش نکنید. اینا همه تهمت، بهتان و فریبکاری میکنن که این مردم را با زیر تانک و توپ و با زیر فشار و با زیر چی بیارن. بس است دیگر با گپ‌های این خیلی ایشان‌های چی باور نکنید. این اگر ایشان زاده باشه هیچ محل و هیچگاه مرد در حق یک ملت، در حق یک انسان و به ناموس ملت هیچ وقت تهمت نمیکنه. باور کنید این گپ‌های این ایشان دروغ است. یکمش ایشان این خیلی دروغگو و جنگ انداز نمیشه. جنگ اندازی و شوراندازی این کاری شیطان است، هستی که از پایش گپ دروغگویی فریب میکنه. این خودش از درگاه شیطانای لعین هستند.